اومدیم که امروز بورس ایران رو بررسی کنیم بعد از مدت خیلی. بعد از مدت ها که عقب موندگی داشته. حالا تو این دو سه هفته هنوز که عقب موندگیشو واقعا جبران نکرده، یعنی نسبت به دلار و طلا و هر چی حساب کنی خیلی حالا یه سری از سهم شاخص‌ساز مثلا رسیدن به سقفی که سال 1402 رد کرده. رسیدن، ولی در حد 5% 10% رد کردن، خیلی رد نشده که. سقف 402 رو میگی یا 99؟ نه 402، حالا 99 آره. 400. 402 نه. ولی خب نسبت به یه سال نیم پیش اینا همه چی خیلی رشد کرد. 5% 10% مشکل ما نبود. ولی خب خیلی از سهم‌های کوچیک هم الان 100 تا شاید میتونیم مثال بزنیم که حتی به سقف 99 هم نرسید یا مثلا. خیلی. آره. حالا میخوای شما شروع کن. میدونم که باش. آره بریم ببینیم توی دنیای بورس. ببینی این بالایش و دارایکم اینا رو که من میبینم اصلا فوبیا میاد سمتم اینا. خب اون یه پالایش بود که اون سال 99 بازش کردن تا 38,000 تومان هم فکر کنم رفت. دارایکم بود. آرایکم بود اولش اومد دیگه، بعدش اولیش دارایکم بود، دومش بالایش بود که دیگه گیر کردن توش. بهش که اصلا زیر ارزشش هم باز شد. آره ولی آرایکم فکر کنم تا 5-6,000 تومان اون تو پایین خیلی اومد پایین. آره دیگه حالا قبل از که بریم سراغ چیزی، نرم افزار بورسیو اگه دوست داشتن استفاده کنن، این نرم افزار خوبیه، رایگان هم هست، مال کارگزاری مفیده که خیلی چارتاش خوبه، یعنی راحته، آپدیت هم هست، دلار و طلا رو هم توش آپدیت داره، خیلی از چیزا ندارن. آره مثلا حالا قبل از که بریم سراغ بورس، من خیلی نگاه هم روی چیزه، روی دلار هست، خیلی جای حساسی دلار، یعنی رو 70 شما دلار آزاد من امروز دیدم که دوباره پنجشنبه روز تعطیل هم هست الان. ببین من خودم خب اینجا رو میبینی این محدوده ای بکشه حالا. آره این محدوده ای که از چیزم بود، خب من یه خط روندی برای خودم داشتم، حالا رو طلا واضح تره خب نسبت به این، خب یه چنین چیزی داشتم، حالا رو طلا نشونت میدم. من خودم یه مقدار طلا داشتم و روی این کندل اینجا که شکون، بذار اول طلا رو نشونت بدم. من خب طلا رو کلا صندوق طلا معامله میکنم، ولی خب حالا چون شاید خیلی با طلا 18 یا چیز کنم، من یه چنین چیزی داشتم برای خودم و فروختم طلا رو روی همین محدوده ها. من اینجا فروختم دیگه، اینو شکون، گفتم خب یه مدتی ما فعلا میریم پایین و میریم یه مدتی بمونیم مثل چیزی که قبلا بوده. خب طلا تو ایران پایین آنچنانی نداره، یعنی الان نداره. من بیشتر گفتم زمانی، مثلا یه چند ماهی ما بتونیم دوباره از نظر زمانی ها الان اینجا مثلا نفس بکشیم. چقدر اصلاح کرد؟ از 3800 تا 3300 تا اینجا هیچی، اسرائیل طلا اینجا مثلا اولوش 15%، اصلا اگه زیادی نیست. سقفش هم تازه خریده باشه 10-15% که بعدش رفته. 15-16% بیشتر نیست. حالا مثلا اینجا بیشتر، ولی خب بیشتر نظر زمانی گفتم مثلا طلا رو فروختم، گفتم بیاریم میشه جای دیگه. از اون موقعی هم که فروختم رو 4700 اینا بود، رو 4700 دقیقا یادم اینجاها بود، 4730 40 اینا بود. فعلا طلا بالاتر از اون نرفته. خب یه چنین چیزی هم دارم برای خودم. خب می‌بینی یه چنین چیزی رو، ولی کندلایی که توی دلار داریم، دلار اون چیزی که میخواستم نشد، اون شکستنی که میخواستم فعلا انجام نداده و مدل کندلایی که میزنه یه ذره خطرناکه، یعنی یه ذره احساس میکنم مدل کندلایی که زده شبیه اینه که داره روی 70 تومن کفسازی میکنه. یعنی کف سازی کنه اون بالای 70 بمونه قشنگ. الان چقدر فکر کنم تا 80 اینا راحت بره. یعنی آفرین، یعنی دلار اون چیزی که میخواستم براش اتفاق نیفت. حالا ما توی RSI مکدی داشتیم، ما ضعف روند رو داشتیم، ولی خب تاییدش رو الان کامل نداده بهم. برای همین هفته آینده من به نظرم هفته مهمیه برای دلار و جهت بازارها رو مشخص کنه، چون
عبور از این مقاومت، ببینیم ما یه واگرای طوری داریم ما خب داخل RSI درسته آره که حالا میتونه تشکیل بشه، ولی نمیدونم واقعا نمیدونم این یه مقداری این قیمتی که حالا آخر هفته اومد برام جای سوال شده. یعنی اینجا بمونه حرکت کنه یه کندل محکم بزنه ما خیلی راحت میتونیم بریم سمت 78 تومن 80 تومن. خیلی اه، راحت یعنی حالا یه حرکت میکنه. سری خبر مذاکره و اینا اومد، حالا این خبرات هم خیلیش هم الکیه، ولی شاید اون جو دیدم روان بتونن کنترل کنن فعلا بالای 72. یعنی بالای میگم اینجا خیلی جای مهمیه برای دلار. ببینیم چیکار میکنه تو این یکی دو هفته. ببینیم بالاخره میاد زیر این محدوده حداقل رو 65 6 تومانی یعنی چند ماه پایین بود استفاده کنه. نه پایینی هم اگه داشته باشه من به نظرم بیشتر از 65 6 تومن نخواهد بود، یعنی نهایتا یعنی همینجوری. 64 دوباره آره میاد چیز میکنه، ولی برام جای سواله چون رشد زیادی هم نداشته به نسبت بقیه بازار. یعنی رشدی که داشته توی این مدت 20% بوده دلار خب ولی آره البته حالا نسبت به 12 حتی چیز از قبلیش. 70 آره، تومن نسبت به حتی مثلا دوره قبلیش که 38 40% تازه از اینجا نه از کفای پایین ترش رشد کرده، یا مثلا دوره قبلترش که بورس هم اینجا سعودی بود دلار از 30 تومن اومد تا 60 تومن تقریبا دو برابر شد. فعلا اینجا گیر کرد نمیدونم، ولی اگه این محدوده رو یه کندل خوب بزنه دیگه میتونه حرکت کنه به سمت بالا تا بعدش ببینیم چی میشه. دلار 1000 تومانی یادمه، الان دلار هم میشه 100,000 تومن رول میشه. آره دیگه این دلار میشه 100,000 خیلی راحت دیگه، عادت شده یه جورایی حرکات توی دلار. حالا درسته. میخواستم در مورد دلار بگم که بی ربط به بورس هم نیست. خب الان شاخص بورس حداقل تو 4 5 ساله که از 99 که بازار کلا رونقی نداره بیشتر حالت نوسانی داره، من اولین باره که چنین حرکتی رو، چنین کندل هایی رو توی مثلا یک ماه و چنین افزایش حجمی رو حالا تو سرما هم می‌بینیم توی بازار می‌بینم. چه دورای قبلی که حالت نوسانی داشت چه حتی این رشد. خب شروع روندش هیچ وقت اینجوری نبود که یک نفس ادامه دار باشه و هنوزم اجازه اصلاح نده. این حرکت اولیه رو من یادم نمیاد که هیچ وقت اینجوری شده باشه توی این 3 4 حالا سال گذشته که اجماع نقدم بیاد بالا. توی کلامت گفتی شروع، یعنی حالا اینجا تقریبا نزدیک کف کفی بودیم که رشد کردیم، از همینجا حجمه رفته بالا. سری قبلی 1401 که حجمه رفته بالا نزدیکای سقف بوده که بعدش یه ریزش کرده، می‌بینی؟ آفرین. الان این همین پایین رشد خوبی داشته حجم معاملات. دقیقا یعنی این پولی که الان داره تو بازار میچرخه این از چه جایی هم بازار حرکت دقیقا در از سقف. الان از شاخص رو که اصلا نمیشه روش چیز کرد چون الان ولی خب آره حالا در کل، ولی خب مثلا الان شاخص چند درصد فاصله داره با اردیبهشت 99 5 6%، ولی خیلی از سهام 50 60% تا 100% فاصله دارن تا این سهم. این واسه بورس همین هم سهمای بزرگ رو اگه بگیری حداقل حالا ریزش میکنه بعدش هم سریع برمیاره سر جای خودش. ولی سهمایی دقیقا که مثلا چه میدونم 50 60% خیلیشون فاصله دارن، همین الان هم که بازار مثبت خیلیاشون مثلا 2 روز صف بودن الان متعادل شدن دیگه، تکون خاصی نمیکنن، همش بیشترشون پروژه شدن دیگه. حالا اونایی که تو بازار پایان که دیگه اوضاعشون بدتر. دقیقا خلاصه در مورد بورس هم یعنی به نظر من این روندی که شروع شده یه پولای خارج از بازاره. یعنی چنین حسی من دارم حساب پولی که الان تو بورس اومد پول جدیدیه. من تا حالا چنین چیزی ندیده بودم داخل بورس که حالا مثلا روی سهم مثل خودرو که همیشه لیدر بوده دیگه، همیشه خودرو کل بازار با اخبارش میتونه بالا پایین کنه. دقیقا من این توی یه هفته که اوضاعش کلا داشتم تابلوی خودرو رو می‌دیدم چه حجم معامله این آفرین
انجام میشد، یعنی صف میشد، صف حقوقی میداد دوباره جمع، یعنی همین روز آخر چهارشنبه حقوقی نزدیک فکر کنم 300 میلیون، خیلی هزینه بالای سهم فروخت، همه رو حقیقی خرید اصلا. همه جارو کردن. آره الان این مدت دقیقا همون مدت این 4 سالی که ما بودیم توی این بازار جالب، من چنین کندلایی رو بار اولی میبینم، چنین مومنتومی رو به همراه افزایش حجم بار اولی من میبینم. کل چارت نگاه بکنی چنین مومنتومی نبوده. ما 4-5 هفته سودی محکم پشت سر هم نداشتیم، حتی اینجا که بازار سال 4 سالگی رشد کرده. خب خیلی جالبه برام، یعنی این رشد اخیر بورس برام خیلی جالبه. میتونه بالاخره بعد از 4-5 سال خبر از یه اصلاح روندی بده، یه حالا روند بزرگی. و حالا ببینیم الان چطور. خودرو هستیم، مثلا خب دو سه تا مقاومت ریز همینجا داشت، ولی با این قدرتی که داره الان، همین مثلا فردا که نه، این شنبه که بازار باشه یه شاید گیری اینجا داشته باشه، ولی اینا رد کنه به نظرم تا این رد 400 کنه که اینجا راحت میشه. راحت میده. آره اینجا یه پیوت محکمه. خبر افزایش سرمایه هم داد. خب سری قبلی خبر افزایش سرمایه شد از 60 تا یک تومانی شد نزدیک 900 تومانی، 10-12 برابر شد. حالا آفرین. مثلا نرخ بهره هم 8-9% بود و اینا هم بود، ولی با همین خبر افزایش سرمایه سری قبلی خیلی رشد کرد. حالا اینجا رو هنوز میگی. آفرین، یعنی اینجا خودش که باز شد چند مثلا 51 تومن بسته شد، نزدیک 105 تومن باز شد، اینجا خودش 200% داد، 100% داد، بعدش از هم. مثلا یه روز. و حالا آره فعلا اگه من فکر نمی کنم حالا مثلا عددهایی که الان از گیر خاصی داشته باشه، شاید یه 3-4 روز رنج بزنه، ولی با این پولی که واردش شده بعید میدونم. این حرکت خیلی قویه، یعنی این پولی که اومده تو بازار اگه اینجاها بتونه بازار تصویب کنه، اینجا دیگه میشه یه حمایت خیلی محکم برای بازار. دوره قبلی هم اینجا خیلی گیر داشتیم مثلا. ولی به نظر من این محدوده ها رو میبینی تو سرمایه گذار حالا نشون نمیدن چنین محدودهایی. خب حالا 450 خود رو چنین محدودهایی رو اگه بالاش تصویب بده میتونه کامل روند بازار رو عوض کنه. یعنی روند کلی بازار میتونه عوض کنه که مثلا روی 60 تا این اتفاق به نظرم افتاد اصلا کن هفته گذشته. شده در حال. آره الان هفته 60 گذشته 60 جا اومد بیرون. 60 هم یکی از این سهمایی که سال 99 خیلی رشد کرد، هنوز که هنوزه با سقف 99 کلی فاصله داره، آفرین. با 170-80 تومانی که الان نزدیک 50% فکر کنم فاصله دارن، الان 100 و 60 تا چند. به نظر من دیگه خیلی راحت میتونه بیاد اینجا رو ببینه دیگه، حالا در طول زمان. بدم ولی آره مثلا شاخص 5% فاصله داره، خود 60 تا 40% مثلا اگه بخواد بازار بیاد اینجا شاخص میره رو 3 خورده ای. دقیقاً. ولی حالا مثلا شاخص بگو. واقعا خوبی نیست دیگه، یعنی مثلا شما آه، درست 60 تا سال 99 خیلی گرون بود، ولی خب یعنی الان اگه برسه به اون سقف شاخص مثلا شده 3 و 300-400 خیلی رشد کرده، ولی ولی قیمت 60 هم سال نوشه، با اینکه دلار 3 برابر شده از اون موقع دیگه، تقریبا 2 دقیقا. برابر. الان مثلا یه چند تراکمی هم تقریبا سری قبل ما داشتیم اگه نگاه بکنیم روی کستا، این تراکم‌های خیلی اعصاب خردکنی داره. الان هم خیلی شبیه دیگه، یه بریک کرد و شاید بیاد همینجا چیز کنه استراحت کنه، ولی مثلا بعدش دوباره یه حرکت 50-60% رو 60 داشتیم. واقعا اگه مثلا همینجا الان کندل هفتگیشو قشنگ، کندل هفتگیه دیگه درسته؟ هفتگی هم آره. هفتگی ها رو مثلا الان اگر خب دیگه بسته دیگه خیلی هم قوی بسته اصلاح بده، مثلا 60 خودش خریدنیه دیگه، یعنی خودش یه خریدنی کم ریسکه. این یعنی کم یه سهم لاک پشتی مثل 60 غیر اگه از این یه لایک دوباره بده. یه چیزی بخوره، ولی این ریسک ها کم شده، یعنی آتش بسته اعلام شد. آره اگه اینا هم دیگه ول کنن قضیه رو،
یعنی خود هولوش مثلا هر کش الان مثلا تو یکی دو روز آینده اصلاح بده واقعا میتونه گزینه خوبی باشه. دیگه تقریبا مثلا اگه بخواد اینجا استراحت کنه یک ماه اینجا گیر هست. می‌بینی مثلا مثل سری قبل مثلا چند هفته 4-5 هفته میتونه اینجا چیز کنه خودش مثلا یه چیز دیگه یه ستاب معاملاتیه خیلی راحت ستاب کم ریسکه. حالا ببینیم چه جوری میره. من این بازار استراحت امیدوارم میره به سمت اینجا. یعنی امیدوارم حداقل یه هفته روی این محدوده رنج بزنیم. اگه بازار اینجا بخوره خیلی عالیه. آره دیگه شارپ بره بالا داستان درست میکنه. بار اذیت میشه. اگه اینجا حجم مثلا همینجور رو به بالا باشه ها خیلی برای بازار عالیه. الان دقیقا اینجا مقاومت رو کشیدن وایسا یه حجم وایسا. بعدی هم اونا که آره فکر آره دقیقا همین. حجم خوبی رو 60 رو 1 میلیارد سهم بود. خودرو هم الان این 2-3 روز اخیر بکنم یه روزش که مطمئنم 1 میلیارد معامله شد بکنم 2-3 روز 1 میلیارد معامله شد. حالا سهام بزرگ رو ببینیم دیگه تقریبا اینا مشخص میکنن روند بازار حالا میخوام دیگه. کتاب هم کی مثلا رو یا بیاره؟ نگاه کنیم حالا جزء اهرمیان آره گفتم من اول سهام بزرگ رو نگاه کنیم بعد بریم رو اهرم‌ها نشون بدم این چقدر جالبه اهرم‌ها. ببین مثلا فولاد خب، به عنوان یه سهمی که دومین سهم دیگه الان فکر کنم از نظر مارکت بعد از فارس فکر کنم فولاد باشه اگه اشتباه نکنم. فولاد مثلا با چنین مومنتومی رسیده به سقفی که حالا چه اول سال داشته چه این هم سقف اردیبهشته. خب این محدوده ها را رعایت بکنن دیگه مثلا این سهم یعنی خیلی واریز کنه به بورس. چنین محدوده‌ای رد بکنه یه استراحت اینجا بده بورس میتونه خیلی راحت صعودی باشه و با پول خوبه یعنی با حجم خوب میتونه بازار صعودی بشه. دقیقا از اون شنبه‌هاست که میگن خیلی مهمه دیگه. این هفته خیلی برای هم دلار هم بازار این یه هفته معاملاتی ها خیلی جالب باید باشه. اون سری قبلی شما با حالا این رشته که هیچ یه رشته واسطه به نظر من مثلا رشته قبلی مثلا با استراحت و یا حجم مثلا اواسطش حجم رفته بالا اواخرش حتی خب ولی اینجا از شروع روند یه بود درشتی به نظرم وارد بازار شده که این پول اسمارت مانی یعنی کاملا مشخص این پولی که خبر داره پول بازار نیست پول خارج از بازار. اگه یاد باشه 2 هفته پیش صندوق‌های طلا هم پول خیلی داشت ازش خارج می‌شد. به نظرم همون حداقل یه بخش زیادش شیفت کرد روی حالا سهام‌های بورسی. آها. خب چیزا خیلی جالب بود صندوق های اهرمی حالا نمایندهشون که اهرمه به عنوان اولین صندوق مومنتومی که رو صندوق های اهرمی هم هست خیلی جالبه. مثلا نگاه بکن با چند کندل اومده همه این چند کندل یک سال گذشته رو کاور کرده مومنتوم حرکتی خیلی بالاست و حجمای بالایی هم چه روی اهرم چه روی شتاب چه روی صندوق های دیگه حجم معاملات اینا خود سهام بیشتر شده. آره تنها مشکلی که الان دارن خب اهرمی‌ها باید با چیزشون نوسانشون بیشتر باشه دیگه این دامنه محدودی که این گذاشت اهرمی هم دیگه آره یعنی باید حداقل اینا رو حالا اگه میخوان همون 3% نگه دارن اهرمی‌ها رو بکنن 5-6% دیگه 5% آره نباید چیز باشه. ولی خب آره همچنان الان اهرمی‌ها که مثلا 5-6% حباب منفی دارن خب اینا که جای رشدشو دارن راحت. آره اگه فولاد اینا هم که اون مقاومت رو رد کنن خب اینا هم خیلی رشد بهتره قشنگ. اینجا حالا من میارم دوتا دیگه فولاد و فارس و ملی و اینا آینده بازار رو میتونن کامل مشخص کنن. ولی مثلا یه چیز جالب دیدم اینجا شاید این قیمت رو ببین این قیمت اون قیمت هاست که مثلا طرف میگه با چه جایی نخریدم که جای این الان میگه نخریدم ولی اون موقع میگفتی دیگه اون موقع ناامید. میگو این میشکنه ما میایم اینجا. آره میگفتی دیگه هیچی اون بازار موقع صحبت بود این بود که این میشکنه ما میایم سمت شاخص هیپوشیتا و قیمت مثلا 800 تومان رو اهرم صحبت بود تو بازار. آره خیلی خبر منفیه روزی یه موشک خیلی میزد یکی رو ترور میکردن.
مثلا این دارم این چارت میبینم چقدر این واگرای خوشگلی داده اینجا، یعنی چقدر چارت تمیزه، یه چه خوشگلیه، چقدر قشنگه. رو هفتگی تحلیل، واقعا رو هفتگی بازار میشه راحت‌تر فهمید. بذار فارس رو بیارم. فارس هفته الان دیگه رتبه بازار اوله دیگه، از اوناست که آسو پیوسته همیشه رو بالاست. همیشه رو بالا و خیلی آسپه و مومنتوم ببین شما تو فارس. ببین ما اینجا الان 402 ایم، یعنی 1 سال و نزدیک 2 سال شما توی 1 ماه اومدی 2 سال کاور کردی. این پول معلوم پول بزرگی. فارس 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 نمیذارن تقریبا یعنی فارس رو همیشه نگه داشتن که نریزی که شاخص رو پایین نگیره. آفر. اینقدر رنج زده یعنی یعنی این مومنتومی که تو فارس هست الان فارس هم دیگه تقریبا میشه بگیم داره راحت بریک کرده دیگه. اگه همینجا استراحت کنه میتونیم بگیم بریک. این هم خودش ستاد معاملاتی کم ریسکی شاید. دقیقا این قبلیه رو ببین، این سری قبلیه که سختش رو رد کرده یه چند تا کندر اینجا مونده رنج زده، بعد دوباره یه رشدی کرده از 520 تا 800 تومن هم کرد همینجا دقیقا. اینجا بعدش رشد خوبی کرده. چند درصد؟ بعد 56% توی فارس یعنی 100 تا 200% تو سهام کوچولی. آره بعدش رشد خوبی کرده. یعنی به نظر من ممکنه بازار تو همین حوالی توی مثلا 1-2 ماه آینده ناامیدی و جو منفی ایجاد بشه روش. خب ولی اگه یه ذره آدم حواسش باشه و با یه حدی رو خوب معامله کنه میتونه روی بازار مثبت بمونه. ولی حد ضرر رو این سری خیلی مهمه دیگه، چون بازار خیلی ها رو اذیت کرد این چند سال. یعنی هر رشدی که داده حد ضرر رعایت نشده همه رشد رو گرفته، یه بدون چند شوخی رشد رو گرفته. یه چند تا نکته حالا داره همش هم حالا فکر کنم بیشترش هم مثبت. این که خب 3-4 سال که بازار راکت بوده اون که هیچ. یکی این که حالا همتی اومده که حالا سال آره 99 مثل از همتی که ما میشناسیمش. همه نوسان گرفت ولی خب اون نفس. یکی این که یکی دیگه هم این که دلار نیما رو داره روز به روز میاد، فکر کنم الان 52 تومن اینا شد تقریبا. نزدیک 52 دلار. آره. آره. خبر افزایش سرمایه خودرو اومده، خب اونم خیلی خبر یعنی مثبت. قشنگ اراده بر رشد بازار، یعنی اراده بیرون از اراده حاکمه ها، خب اراده بر رشد بازار. بازاره رو اگه رشد بدن، یکی اینکه خودشون هم میتونن راحت تامین مالی کنن دیگه. اگه میخوان اوراق الان تو فردا بیا اوراق 30% هم بفروشی کسی صداش در نمیاد چون بازار مثبته. و یکی که از اونورم حقوقی ها و خیلی هاشون دارن میفروشن، خب تامین مالی میکنن دیگه. یعنی کلا دقیقاً. و اینکه همتی کلا نوسانگیر اعظمه و حالا کجا البته نوسان؟ هیجان خوبی میده به بازارها، یعنی میشه توش هم پول در آورد هم بدبخت شد. آره دیگه سال 99 مثلا. من به نظرم رو دلار و طلا همتی این کار خواهد کرد. آره احتمالا مثلا دلار رو یهویی بیاره تا نزدیکای 90 خورده بعد دوباره مثلا بیارتش به بزنه بیاره، میتونه این کار رو بکنه، مثلا دوباره بندازتش رو 70. خیلی دقت میخواد، یعنی این مثلا این چند ماه پایانی سالا خیلی دقت میخواد به معاملات. دقیقاً. من میگم این چارتی که ما روی دلار دیدیم که داشت اونجا تقریبا حالت کف سازی داشت و این چارتی که الان اینجا میبینیم ممکنه چند ماهی بازار مثلا سهامو توقف بده و یهو پول دوباره به سمت دلار طلا، دلار رو بکشه بالا. میدونی چی بهت میگم؟ آره چنین دلار دیدگاهی سخت دارم. میتونه، ولی شاید هم الان بورس رو اینجوری داغش کردن که از این ور پول شاید بره سمت اون شاید ور. الان هم جاش خیلی ریسک، یعنی پوله اگه از این بازار بخواد خارج شه، دوباره میره احتمالا سمت دلار. دلار. برای نزدیک آخر سال هم میشه، نزدیک عید اینا میشه، نزدیک سال نو چینی هم فکر کنم 1-2 ماه دیگه میشه. کلا نشون داستان میاد رو دلار. آره. من دلار نشونده خط روند رو، من هر جور نگاه میکنم حالا رو RSI شاید مثلا بگیم اینجوری شکونده. خب اگه دقت بکنی شاید بگیم روی RSI ما روند رو شکونیم، ولی میتونه بیاد بالاتر و گوشه ذهنمون باید داشته باشیم این قضیه رو. خب من خودم فروختم من خودم طلا رو فروختم رو همین کندله اینجا. خب
اون کندلی که دلار 70,200 بود و طلا 4.7 من خودم طلا رو فروختم. ولی این جریان گوشه زنم هست که بیاد مثلا چنین حرکتی رو بده به بازار، مثلا حتی عدد بالا که مثلا کسی فکرشو نمی‌کنه و یه نوسان زیاد بده این سری به دلار، نوسان بگیره. احتمالش که از چون همین الان هم بکنم دلار ارزشش بکنم هولوش 80 خورده هزار تومان، یعنی همین دلار الانش با این نقدینگی، آره من نقدینگی تا چیز بکنم رو 9000 رو رد کرده بود. خب یعنی با سقف 100 میلیارد دلار 90 میتونه 90 تومن رو ببینه، یعنی توانایی دیدنش رو داره. حالا ممکنه بعدش اصلاح 20% بده ولی میتونه ببینه. ولی خب امیدوارم رد نشه. من خودم خیلی دوست دارم مثلا دلار همین جاها بیاد و یه چند ماهی بمونه بشه کار کرد تو بازار بورس. آره خیلی استرس دیگه رو نداشت. آره اون استرس عقب موندگی مثلا که بعضی وقتا اینو می‌بینی نداشت. داره رشد میکنه، دلار هم داره رشد میکنه، عملا هیچ کاری نکردی. مثلا بورس داره 10% میکنه، دلار هم میبینی 15% رشد کرد، میبینی دلاری کاری نکرد، ریالی شاید 100 تومن شده 120 تومن ولی مثلا تغییری نکرد و همش هم دنبال اینن یه فرصت پیدا کنن سریع بپرن مثلا اون ور. این هم هست. ولی خب دلار هم حالا توی ماه آینده حالا خبر مذاکره و اینا امروز رفتن نمیدونم سوئیس و اینا هست، ولی خبر منفیش هم پیدا میشه. مثلا ترامپ داره میاد دیگه، یه ماه دیگه فکر کنم این پای ترامپ کابینش هم جوری بسته که فشار رو محکم ببنده و الان هم داره با صحبت داستان کنه. آره الان میگم. هم با چین صحبت کرده که نفت ایران رو کمتر بخره. اینا خب کلا همش آره میتونه بشه دیگه. من امیدوارم اتفاق مثل اینجا این کندل رو میبینی. من این خیلی دیدم و چیز کردی چنین کندلی. خب اینجا مثلا اینجا. امیدوارم این اتفاق مثل بسته شدن این کندل و هفته بعدش این کندل نیفته برای دلار. این موقعی افتاد که دوران جنگ بود دیگه، خیلی بله خبر اومد، یعنی هی آره. می‌زد، اون اینو میزد، خبرها کلا بعد. حالا الان که یکم اوضاع آروم‌تر شده شاید بهتر باشه. من خیلی امیدوارم که دلار بیفته، یعنی واقعا امیدوارم یه چند ماه دلار بیفته یه ذره آرامش حاکم باشه. ولی این یک کندلی مثل اینجا که و این چنین کندلی رو که میبینم که بالای این عدد یه جورایی کف سازی ایجاد کرده یه ذره من میترسونه. آره. اینجا مخصوصا اینجا خیلی هفته حساسی، یعنی این یکی دو هفته آینده کامل مشخص میشه چه خبره. چون سری قبل دلار میریخت، خب اگه نگاه بکنین سری قبل دلار میرفت تو فاز استراحت چند ماهه، مثل اینجا یا حتی تو پایین ترش مثل اینجاها که مثلا چند ماه استراحت میکنه. خب اتفاقی که میافتاد و دلار میریخت، دلار یک حرکت خوبی داشت رو به پایین، یعنی مثلا توی 2-3 هفته مثلا یهو 14-15% میافتاد پایین بیشتر. خب ولی این سری مثلا هنوز هیچی نیافتاد پایین، مثلا حرکت انتظار در 3-4% بود، الان دوباره برگشته رو همون قیمت. اینجا دیگه یعنی کندل رو به پایین دارن، یعنی الان از فشار یه است. سال که نگاه میکنی از موقع که حالا جنگ پارسال شروع شد تقریبا یکم کمترش از 50 تومن که شروع کرد اومد یهویی تو اون اوج جنگ که مثلا نصف شب تجارت داشتن 70 خورده ای میخریدن به 70 رسید، بعدش اصلاحی که کرد فقط کفش آورد بالا. کفش آورد کجا 60 تومن 59 تومنی که 55 یه تومن. دیگه پایین تر از اون که نیومد. الان هم اومده داره همینجا باز، یعنی اونجوری هم نیست که دیگه پایین ته تهش ما بتونیم امیدوار باشیم رنج بزنه روز 63 من تومن. سعی اینم که اصلا همین قیمت 68-9 تومن ها رنج داشته باشیم رو دلار. خب ولی این چنین چیزی هم من گوشه ذهنم هست، که بخواد با یه کندل قوی بشکنه. مثلا بخواد یه حرکت دیگه بزنه و بعد بیاد رو همه سقفی که بوده اینجاها رنج بزنه، میدونی چنین چیزی بزنه، مثلا از همینجا یه 15% مثلا بزنه که دقیقا میشه مثلا 80,000 تومان. خب بعد یه ریزش مثلا اینجا داشته باشه، مثلا در حد همون 14-15% که همیشه میریزه دیگه روی همین 68 تومن یه مدتی اینجاها
چیز کنه، این حرکت رو بزنه و بعد اینجا استراحتشو بکنید. چنین چیزی رو من گوشه ذهنم داره. اون آخه بعدش فرصت معاملاتی میده واسه وارد شدن دیگه، یعنی شکونده آره. رفته با کره منتظر دوباره یه حرکت خوشگل بکنه. مثل اتفاق دقیقا میاد اینجا. اینا. سریع من نمیدونم، امیدوارم رد نکنه، امیدوارم یه تیکه رو هم نده، چون بازار دیگه که چسبندگی دارن رو میکشونه بالا و قیمت ها دیگه نمیاد پایین. با دلار 67 تومن میره با هم دلار 80 تومن مچ میشه اگه این اتفاق بیفته. ولی خب میگم من خودم دلار 80 تومانی رو دارم نزدیکای عید مثلا واسه خودم تصور میکنم. گوشه ذهن منم هست، من خودم فروختم قیمت ها. آره این 3 ماه 4 ماه دیگر رو دارم میبینم که حالا مثلا اون اطرافش. حالا طلا هم دلاری بود، هم خب اونس هم یه هم اسرائیل اونس. 5-6%. ولی من این سری مثلا دلار اگه بورس اگه یه رشد خوبی بکنه مثلا بیاد 300-400 اینا توی مدت کم، منظورم سیو سود کنم میبرم این دفعه رو طلا. یعنی طلا نگهش می‌داره طلا. آره یعنی پوله رو مثلا میذارم اونجا که طلا هیچ وقت باخت نداده، یعنی هر بازار یه سالش رو نگاه میکنی 20-30% به رشد. آره. من باز رو طلا که نگاه میکنم، شاید رو طلا خب مثلا رو صفحه، حالا من رو صندوق طلا معامله میکنم، خب رو همین قضیه اینجا هم من فروختم، رو این اینجا که حالا روزانه بذارم بیشتر واضحه. رو روزانه که بذارم من با این اتفاق که اینجا افتاد فروختم دیگه. ترند من پیچیده. دیگه اینجاها فروختم، خب دیگه چیزشو کردم، یعنی ریسکشو پذیرفتم و حالا شانسم که آوردم دیگه. بعدش توی یک کندل مثلا چکون، خب این اتفاق افتاد. اینجاها فعلا فشار، حالا نمیدونم تراکم داره جمع میشه، فعلا منتظر دلارم، دلار مشخص میکنه تکلیف اینا رو. ببین من حالا خودم توی چند سال به این نتیجه رسیدم که خب ما که هیچ وقت نمیدونیم سخت بازار کیه که بخوای بپوشی. کجا خب هست؟ مثلا تو همین طلایی که الان داریم می‌بینی اومده 3500 یک کندل زده ریخته. خب دیگه من وای میستم میگم اوکی این اگه قراره بریزه میاد یه بار دیگه اونجا رو امتحان میکنه، تو سری آفرین. رد نمیشه ردش میکنم میره، اگرم رد شد که دیگه رفته، حالا میریم بالا ببینیم کجا داریم. یعنی من یه کاری اینجا کردم من یه کاری اینجا کردم تو همین نکته که تو گفتی. من اینجا که روز بود که بعد از که جواب دادن و دیگه اوکی شد، یه -10 خورد همه چی، من اینجا خریدم یه ذره، یه بخش کوچیکی اومد اینجا با طلایی که از قبل داشتم مونده بود، دوباره اینجا ردش کردم دیگه. از بعد از اون منتظرم که اینجا بیاد پایین یه ذره حداقل همین محدوده استراحت کنه، ولی نمیاد فعلا که نیومد. الان این خود طلا لازم کم صندوق رو داری فکر می‌کنی؟ این صندوق طلاه. صندوق طلا. ولی خب این صندوق الان طلای لوتوسه این. آره. غیر از این که مثلا اونس بخواد یه منفی بخوره که من خودم حالا اونس امروز چند بود؟ 2640-50 و دوباره اون زیر 200 اومده فعلا. دادن ولی دوباره دارن میزنن. حالا تو سوریه یکم زدن سر کله هم دیگه و روسیه داره یکم آره. بحثش چه با کره شمالی اینا خیلی پایین نمیبینم، دقیقا. مثلا شاید 5-6% دیگه ببینیم پایین. این سو پایین. آره. ولی یه چیزی هم داریم شایانا، ها رو همین کندلی که ما یه افت حجم هم رو معامله صندوق طلا هم داریم و مشهود هم هست. آخه رشد بازگرای حجمی از 2500 که در نظر بگیری تا 3300-400 نزدیک 50-60% رشد داشته. آره رشد خوبی هم داشت، یعنی از دلار خیلی بیشتر بوده رشدش. حالا از اونجا گرفتیم، از پایین ترش مثلا در نظر گرفتم که این نزدیک 40 خوردی 50-40% هست. 2 برابر دلار که 20% اومده بالا، این با اونس هم که اومد بالا دیگه 40% اومد بالا. دقیقاً یعنی خود اون آره. مثلا سال اخیر 40% داده. خب فکر کنم اصلا سابقه نداشته توی یه بازه کوتاه اینقدر رشد کنه. و آره حالا میخوای یه سهم بانکی هم بررسی کنیم بعد دیگه ببریم که خیلی نشه. آره. آره.
حالا ملت که به نظرم بهترین سهم بررسی همین بانک ملت، چون دارای ارزی هم داره، روند بازار هم کامل مشخصه. مومنتوم خیلی بالاست دیگه. شما حجم ببین، این پول مشخص، پول خارج بازار. اصلا صف و زده رفته پول کرده. خب اینا یعنی همش یه نشونهایی هست مبنی بر اینکه شما رو همین محدودا اگر حالا بازار نمیدونم بخواد استراحت کنه، میتونی یه ستاب معاملاتی داشته باشی روی بورس. الان یعنی الگوی پرچم هم زده، حالا یه هدفش رو بندازه چند در میاد. خیلی بزرگ میشه هدفش، ولی میندازم آره هدفش که حالا باید بزرگ میشه، ولی خب حالا از سقف بگیرم برای از کرد. من جدیدن از کف میگم، کفش خب خیلی بالا نمیده، ولی حالا از کف رو ببینید. خب از کف یکش میفته رو 350. من خب باز اصلیه رو اینو میبینم همیشه. خب اینو بازم برات بندازم. همین درسته. دوتا همین دوتا از همین حوالی هم بگیری، یه 37-8%، یه دونه هم 70%. این عدد رو ما رو فارس و اینا هم داشتیم میگی، رو 60 رو فارس همین 30-40% و ما رو سهام بزرگ داشتیم. حالا یه لحظه میری اون لیگ قبلیه رو بگیری، از کف بگیری و ببینی با کدومش بیشتر خورده. نه اون لیگ قبلتریه 99 بکنم. نه اون قبل. وایسا آره اینو میخوام بگیری بعد بندازی کف این ببینی از سخت. کجاش بگیرم؟ اینجا فکر کنم بد نباشه از پایین خب ترش. آره این از این بندازم به کفش. آره از هم. حالا کف هم ندی، از همونجا که شروع شده همینجا خوبه فکر کنم، تقریبا به آره 100 شده. ولی از اگه به مول سرش. از اونجا در نظر بگیریم، اگه مول سعودیمون از پایین تر در نظر بگیریم خب آره. همون همینجا خوبه. آره ولی اگه از سقف بگیریم خب نه دیگه، همون از کفه. آره همون تقریبا 100%ش واکنش داشته رو همه قیمت 230-40 تومن. عددی که میتونیم بگیم خیلی حداقل. میگم من هم این از تراکم خارج شده بود، هم 60 خارج شده بود و فولاد از سقفش رد شده بود، پارس از سقفش رد شده بود. اینا یعنی همش اه، خودرو اگه فردا پس فردا رد کنه، حالا فردا پس فردا که میگن روز معاملاتی رد کنه دیگه دقیقا. کثافت نکرده، ولی خب معمولا با خودرو یکی هم دیگه اونم. دقیقا پادگی یعنی چک میکنی، شتران رو چک میکنی. اینا خیلی عقب ترن. شتران هم فکر کنم رشد خوبی داشت این مدت. من که دیگه اینا ردش خیلی بد ریخته بودن و چه حجمای وحشتناکی. یعنی این حجمه برای شروع روند، اگه روندش میره خیلی زیاده. یعنی حجم خیلی خوبیه. نه اصلا سابقه اونقدر می‌دونی؟ نداشتیم میگم تو این چند ساله من یادم نمیاد. حالا یه چنین چیزی داریم رو شترا من میبینم و شتران اینو که یه باید شکونده این که این ولی شت... چنین چیزی داریم بالای این میتونه راحت ادامه بده. ولی من شتران رو خیلی بهتر از شتران دوست دارم. شتران خیلی عقب‌تر از شتران همیشه، یعنی عقب‌تر از شیپنا حرکت بکنه. شیپنا خیلی دوست شتران داشتنی تره. سقفش هم زد ولی این هنوز که هنوز سقف 99 هم نداره. می‌دونی؟ نزده رفته بالاش ولی اومده زیرش، تصویب آره نداره. بعد ولی کلا سرعت رشد شتران بهتر از اون. نایی پرتراکمی هست برای شیپنا اینجا، خیلی پرتراکم. نه 550-60 تومانی که رد کنه دیگه خیالت راحت. اینجاها برای شپنا خیلی چالش برانگیزه. یعنی اگر اینجاها رد کنه دیگه، شپنا هم میشه گفت که روند نزولی و ساید 4-5 سالش تموم شده و پالایشگاهاشون اهرمیان. اگه شرایط رونق باشه تو بازار، خیلی بیشتر از سهام بزرگ دیگه رشد میکنن و افتشون هم همینجوره. آره بعد چی می‌خواستم فراکابیا چطور؟ تراکابیا که این مدت پول خوبی تو کالا هست. کالا مثلا حالا من کالا خودم روز کی بود چهارشنبه من یه مقدار روز قبلش شتاب گفتم، حالا شاید اشتباه کردم ولی
چهارشنبه روی منفی 3 برداشتم، هولوش 599 600 تومن بود برداشتم. یه جایی اینجا گیر داره، اینجا رو ولی رد کنه من تا 840 50 تومنش راحت میگیرم. اینجا خیلی گیر زیادی هم داره، یعنی خیلی تراکم هست اینجا. ولی اینجا رو بدون بالاش تثبیت بده خیلی راحت میاد، اینجا رو راحت میبینه، خیلی راحت میبینه. ولی حجمای خوبی خورده، یه دونه سرشونی کفم به نظرم داره تشکیل میده، به نظرم درسته. میتونه. آره یعنی میتونه. داره ولی شاید یکی دو هفته گیر کنه، ولی هرچ خیلی خوبه رو کالا. حجمای خوبی. درسته افزایش سرمایه داشتیم خب، ولی همون 60% هم کم کنیم حجمای مثلا اندازه حجم سقف اینجا هست. آره حجم خوبیه نشون روان. این همون سرچونه که میگی. آره یعنی بتونه تاییدش کنه باید بره بالا، فکرم 620 تومن داد. بعد بره اینجا 650 60 تومن، اینجا یه ذره میگم همه 4 تا نوع حساس، یعنی میتونن اینجا بیان استراحت کنن بعدش حرکت کنن. بعدش یه موج دیگه تو بازار شکل میگیره. حالا سرما رو که ما دیدیم، ولی اونا رو بیشتر بررسی کرد. سرمای کوچیک، سرمایه داریم رو شاخص هموزنی که اصلا رشد نداشتن، خیلی کم رشد داشتن نسبت به حالا من سرمایه یه بزرگ. سهم کوچیک اون میگم، اقلیمت بزرگ. یه دونه سهم کوچیک میگم، حالا الان جدیدن یه ورزش هم یه دونه سفار رو حالا همونطور که میدونی از قبل من داشتم. آره سفار. از اوناست که پروژه میشه میره دیگه، مثلا حالا اون پایین اگه یاد باشه من هفت و کم بود گرفت، 7508 تومن بود پارسال بود تو پارسال بود، بهتم گفتم نیومده سمتش گرفتم من آره 23 تومن 4 تومن هم خارج شدم، هر چند تا 32 3 تومن هم فکر کنم رفت. آره اینجا خارج شده بود. آره 300 در 200 داد دیگه، ولی 300 خورده درصد هم رفت. آره تا 31 تومن رفت. الانم نمیدونم میخواستم واردش بشم نشدم، گفتم بذار برم فعلا کالا بذار، چون حجم نمیخوره. ولی یه خوبی داره بازیشو دیگه بلدم، یه حقوقی داره صندوق نمیدونم چیه، صندوق پالایی چیه، صندوقی هست حقوقی شده این آقا اگه مثبت بشه میاد حجم مبنات رو پر میکنه، میاد روز 40,000 تا میده حجم مبنات پر بشه. ولی مثلا میبینی با روز 100,000 تا حجم میره بالا، مثلا یه هوی قفل میشه میره بالا، مثل سنیر بود که یه سهمی بود سیمانی سال 99 اینجوری شد، اینم همینجوریه. یعنی الان اگه ببینی جای بدی هم برنگشت، یعنی تو سقف 99 برگشته، می‌بینی که برگشت. گشته. بندازمش. آره و سیمانیام اینا به نظرم حالا البته سود بد نمیسازه، ولی خب بیشترشون پروژه هم دیگه، اینا اینا پروژه آره بیشتر ریزش پس زیادی هم کنم بیشتر. یعنی آره دیگه. آره دیگه از 32 تومن ریخته همینجوری. هر چیز سفار میگم 93% دست حقوقی خودشه، یعنی کلا 5-6% تو بازاره، ولی 5-6% هم خیلیش دست کارمنده خودش بوده که حالا بازنشسته شدن، ولی همینجوری با روز 100 تا 200 سرما رو بیشتر بشناسی بتونی روشون معامله کنی و اتفاقا سودای بدی هم نمیدن واقعا. آره مثلا من این سفار مثلا سال 97 اینا که وارد شدم هی دنبالش میکردم، خب نمیخریدم، یه هوی سال 1400 به 401 روی 7 8 درست. تومنش شدم دیگه روش کرد. اینجا اون دو قلو سقفه رو میبینی روی 7500 کجا؟ پایین راست، اینجا 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 من یه دونه ترند انداختم شکست بعد وارد شدم. اینو انداختی درسته؟ اینو انداختم همینجا بود که وارد تو شدم بعد برگشتش وارد شدی. خیلی هم اذیت کرد، این بازار داشت رشد میکرد تکون نمیخورد، کلافم یعنی کرده یه بود. ما مونده بود اینجا. آره یعنی کلافم کرده بود، داشتم میگفتم چرا من اینو اومدم خریدم اصلا جا موندم بودم، بعد یهویی دیگه قفل شد رفت همه چی جا. اینو که نشونم دادی یه چیزی من چند روز پیش دیدم رو همین کوچیکا بهت نشون بدم. یه چنین چیزی کردم بهم نشون دادی مثل این. روی یه سهمی هست خیلی جالبه، حالا دوست داشتی چکش بکن به پنتا. اوه. اینم یه ستاپ به نظر من جالبی میتونه اینجوری بگیریش، همین هول و هوش
اینجاها داشته باشی و اگه دقت بکنی اما سرمایه که ببین چقدر چارتای مثلا من رو به ترن بالا میده بعد چیزه بعد ترن میده بعد خیلی سهم جالبی حرکاتش بده مثلا از 99 که ریخت بازار از مرداد 99 اینجا سهم این کوچیکیه. بازار آره ام. این از 99 مثلا تا همین امروز بدون این با این همه داستانا 6 برابر شده خب ولی خیلی حرکات جالب داره یعنی برای معامله کردن معامله کردن خوبه واسه اینکه بخری نگرم داری. سهم خوبیه اصلا آره نه اصلا سهم کلا. جالبی می‌بینی آره. خیلی سهم جالبی یعنی این سهمی بود که حالا اینو برای گفت معامله کردن خیلی جالبه اینو گفتی من یاد شدوس افتادم. خب چه اینم دوست شدوسرم من پارسال دوستم ولی خیلی سهم باحالی بود. هنوز جدیدا نگاش نکردم چه جوری شده. اینم همینجوری بود. حالا بذار ببینیمش. آره اینم چقدر آبستون بسته رو بالا یواش و آهسته واسه خودش میاده بالا همین. و علاوه بر این منم یاد چیز افتادم یعنی یاد این از سهم افتادم 99ش 3 برابر شده فکر کنم 4 برابر شده الان. منم یاد این سهم افتادم آقا شاید سینا ام. که از 401 تا الان نزدیک 9 برابر شده از 500 600 اومده روی تا این دیگه الان اینجا و برای چنین سرمایه خب باید مراقب بود برای معامله کردنش خب ده حسینا بنیاد خیلی خوب داره حالا من داشتم نگاه می‌کردم الان که بازار مثلا پول اومده توش مثلا آدم ارزش نداره بری توی این. بهتره که بری تو بازار. ببخشید. آره اصلا میاد. بری تو بازار سهمای بزرگ رو بگیری چون اینا بزرگ بخری پیوسته مثلا واسه 2 3 سال خوبه ولی میخوای مثلا تو بازار 3 4 ماه یه سودی بگیری بیای بیرون آره سهمای بزرگ اهرم رو بگیری بیای 20% 40% بگیری بیای بیرون خیلی راحت تره تا اینا. استراتژی خیلی دوست دارم اهرمی ها رو بگیری بعد به کوچیک پیدا کنی یه ریسکی رونا بکنی آره. نظر در مورد این هم چیه اینم خواستم روز دیده بودم به نشون بدم و به نظرم دیگه کم کم قطعش کنیم طولانی هم نشه بهتره آره. چطور می‌بینی این قطعاتی رو خرینگو این واقعیتش من قطعاتی ها خیلی روشون کار نکردم که ببینم بازیشون که یه دونه خنسی رو داشتن یادت باشه با هم داشتیمش با هم داشتیم 98 9 بود که رشد خیلی خوبی کرد. اینم قطعاتی ها الان که خودرو اینا رو افتاده اینا هم میتونن رشد خوبی کنن ولی الان سهمی نیست که من بخوام واردش کنم چون باید بشکنه حداقل بیاد بالا بعد 450 هم دوباره یه گیری داره 1500 هم تقریبا. خیلی از قطعاتی ها رشد کردن یعنی رشد زیادی هم کردن ولی مثلا یه چیزی مثل این خرینگو رو داشتم می‌دیدم از اونایی بود که هنوز رشد نکرده مثلا یه چیزی مثل خمر تقریبا شبیه اون بود خب ولی به نظرم دیگه افتاده تو ترند یعنی دیگه داره میفته تو ترند خب خیلی زیادن خمر هست شرق بود معمول گذاشتن یعنی تمرکز که بیاد رو خودرو این قطعاتی هم خیلی میتونن این چیه به نظرم ما مثلا چند تا سهمی که حالا میشناسیم من خودم اینجوری مثلا سفار یا سبزوار که میشناسم از بر حالا توی خودرو مثلا خنتی رو اینا رو که مثلا اینا رو مثلا مختلفه دیگه تو دارویی مثلا دبالک و دشیمی رو میشناسم توی پالایه شپنا و شترا اینا رو مثلا از 5 6 سال اینا رو من هر همیشه در نظر داشتم. خب اینا رو دارم آدم سرمایه که میشه زیر نظر داشته باشه خب با تابلوشون رو ببینی هر روز یا 2 هفته 2 3 روز بازیشون رو بشناسی مثلا بعضی سهم‌ها مثلا سبزوار وقتی حقوقش میاد روی بازار میاد روی تابلو میدونی که میخواد سهم رو حرکت کنه ولی بعضی وقتا وقتی حرکت میاد روی تابلو میدونی که داره خالی میکنه حرکت آره بازیگرش رو بتونی تشخیص بدی و باهاش آشنا باشی بعد میتونی باهاش یه رشد خوب بکنی این 4 5 تا 6 تا بشناسی میتونی بینشون هی سویچ کنی چون همشون که با هم حرکت نمی‌کنن. نمی‌کنه پول سیمانی بازار هم سخت آره دیگه گروه سیمانی شاید الان مثلا حرکت نکنه مثلا یه ماه 2 ماه 3 ماه دیگه مثل حرکت دارویی هم حرکت نکرد کنه. دقیقاً. اندبال یعنی پول اول میاد تو بزرگا بعد میچرخه میره تو کوچیکا مرور حرکت میکنه الان دکشیری مثلا چقدر جالبه
شیری که گفتی چیکار کردی؟ نه دشیمی بود. دشیمی ها. آره دشیمی معروف. دشیمیه که یه رشد خوب کرد، من 3 تومن خارج شدم دیگه، نگاهش نکردم جدیدن. من مونده روی این قسمت و آخه اینا همش ستاپ دیگه، آدم گوشه ذهنش باید داشته باشه اینا همش ستاپ معاملاتی خوبی هم هست، بد خیلی نیست. آره جاش خیلی خوبه. ولی اگه یاد باشه من خب دشیمی رو از خیلی وقت پیش داشتم، از سال 99 داشتمش که یه ضرر کردم ولی نگه آره داشت رفت یه افزایش سرمایه داد، برگشت از 800 900 تومان تا چند اومد، تا 3 و 500 3 و 200 300 اومد بالا. ولی من مثلا 2900 2950 خارج شدم، رفتم رو شدوس هم رشد خوبی کرد انصافا. و ولی خب دشیمی از اوناست که سود خوب میسازه، شرکت خوبی آستو پیوسته با کار خودشو میکنه. الان این بازار ریخته و اینا، این رفته بالای 99 الان جای خیلی خوبی هم هست کسی بخواد وارد شه دیگه. این ستاپ خوب آدم میتونه زیر نظر داشت. میگم فعلا مثلا ترندی که اومده تو بازار بزرگا رو اهرمی آدم بگیره اونو، آره بعد به نظر سیو سود کنه حتما، بعد بیاد رو اینا کم کم مثلا بازیاشون رو میکشاسه روشون معامله کنه. یه استراتژی خوبی تو بازار، منم سرویس میز پله‌ای رو اگه انجام بدی خیلی خوبه. خیلی مثلا خوبه برای بازار. دار 200 300 تومن 10% 15% خارج بشی، رفت بالا که رفته، خب بالاتر هی سیو سود میکنه. اگرم برگشت پایین مثلا شد 1000 تومن دوباره، خب میتونیم پوله رو دوباره واردش کنیم، سهم تو. دقیقاً. میگم اصلا تو همین ویدیویی که ما ضبط کردیم الان چند تا ستاپ خیلی خوب پیدا کردیم. یعنی، اینا رو آدم حتما گوشی زنش داشته باشه، یکی دو ماه آینده میاد بررسی میکنه ببینه چیزی از توش در میاد یا نه. حالا من خودم دارم چیز میکنم، یعنی خودم دارم توی ورد یه دونه جدول درست کردم، سهم‌ها رو خب دارم می‌نویسم، مقاومت حمایتاشون هم می‌نویسم، هدفشون هم واسه خودم می‌نویسم که تو تایم بازار یهویی بازار منفی شد یا یهویی مثبت شد، اون موقع خیلی خوبه. حتما تصمیم بگیرم. یعنی آفرین. برنامه چه میدونم آقا، من اگه مثلا شتابو خریدم واسه مثلا 1300 خرید، واسه 1500 خرید، آفرین. صبر کنم واسه حالا 2 روز به من. نظرم برای جلسه بعدی میتونی برده رو بیاری ببینیم آره نشسته. حالا ما سعی می‌کنیم هفته یه روز هم پنجشنبه داشته باشیم که بازارم آره تمام هفته گذشته رو بررسی کنیم. حالا این هفته که داره میاد هفته خیلی مهمیه، ببینیم چجوری پیش میره. ببینیم دلار و مخصوصا شاخص، حالا شاخص فکر میکنم توی این یکی دو هفته آینده شروع کنه به هش خوردن و استراحت کردن بازار سام، ولی دلار خیلی برام مهمه. آخه آذر ماه دلار برام مهمه. دقیقا الان داریم مثل 2500 که 1402 بود، اینجا استراحت داره بازار به نظر. که مقاومت قبلی و 2300 و اینا رو هر چی کشیدن یه روز یه پول کنده زد، خدا نگهدار رفت. پول بزرگیه، پول خیلی خیلی بزرگ. خیلی ها جا موندن، یعنی آدم‌های آره می اومدن استوری میکردن و من خارج دقیقاً. و فعلا صبر میکنم و اینا. خودش اومد دیروز پیروز اعتراف کرد که خب از این رشته 15% گرفتم، نمیدونم بیشتر جامون. نتونستم بگیرم و حالا فعلا صبر میکنم. ولی خب دقیقاً. قدرت پوله یه چیزیه که فعلا داره. من البته هیجانی هم نباید بیای، یعنی یه سری ام. سهم‌ها رو الان خیلی رشد، مثلا خودروه داره خوب میره، ولی من الان خودم خودروه. نمی‌کنم وارد کنم، سعی میکنم الان خودرو 330 تومن بود، مثلا اگه میومد 310 305 تومن من واردش میشدم خودم، ام. ولی نیومد. فعلا گفتم که همونایی که دارم و سهامداری میکنم، شتابی که دارم، نمیدونم کالایی مثلا که دارم وای میسم ببینم تا کجا میان، بعد حالا اگه سیو سود کردم میگرم، حالا سر فرصتی چیزی پیدا کنم. دقیقاً. خیلی خوب آقا، بریم اینو ببندیم که خیلی طولانی شد. نظر ما خیلی طولانی شد دیگه، ببینیم برای هفته بعد چی پیش میاد. حتما هفته بعد دلار و اینا رو بررسی میکنیم با هم دوباره. شنبه که احتمالاً اگه مشکلی پیش نیاد برمیگردیم واسه کریپتو، حالا تمام و آره اینا. یعنی که 3 4 روز دیگه میشه هفته معاملاتی آمریکا بسته شده. پنجشنبه هم میایم واسه بورس ایران. واسه شنبه بازار باز میشه. آره آره. بریم آقا، مرسی که اومدید. خیلی خوشحال شدم، زحمت کشیدی، قربانت. فعلا. سلامت باشی. قربانت. خداحافظ.